به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل. اگر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم. اول بهمن 1355 علا توی خانواده عرب زبان در آبادان به دنیا آمد. یه زمانی هوای حقوق و وکالت داشت، ولی تقدیر این بود که تا ته خط رشته زبان ادبیات عربی رو بره. تازه بین راه هم وارد دنیای پیچیده رسانه‌های دیجیتال هم شد. چند بار تصمیم گرفت آموزشاشو از فضای حقیقی کلاس دانشگاه ببره به سمت فضای مجازی، ولی خب نشد که بشه. اما چاره‌ای نبود جز به رسمیت شناختن این فضای مجازی کاملا حقیقی. میخوام هر آنچه که طی بیش از 2 دهه یاد گرفتم و تو این دنیای مجازی با شما به اشتراک بذارم. یه جایی که قراره با همدیگه وارد یه دنیای جدید با یه زبان و فرهنگ جدید بشیم و بگیم و بخندیم و سرگرم بشیم و لذت ببریم. تازه کلی چیزای جدیدم یاد بگیریم. همه اینا رو گفتم که بدونید الان کجایید. یه جایی که زندگی نزیستم و میخوام زندگی کنم. هرچی که نتونستم تو دوران حرفه‌ایم بهش بپردازم و میخوام اینجا عملیش کنم. پس اگه پایه‌اید بسم الله. راستی به آکادمی علا خوش اومدید.